In another life, I would be your girl. We keep all our promises, be us against the world. In another life, you would make me say, so I don't have to say you were the one that got away. One that got away. In another life, I would be your girl. We keep all our promises, be us against the world. In another life, I would make you stay, so I don't have to say you were the one that got away, the one that got away. خب دوستان، شاهد اختلال شدید تو تصمیم گیری هستیم. این دفعه سومی بود که توی چند دقیقه اخیر لباسمو عوض کردم و پشیمون شدم از چیزی که برداشته بودم بپوشم. واقعا وضعیت خرابه. خب از کتابخونه مرکزی کتابایی که دیشب رزرو کردم و بگیرم. ترم 3 هم ولی نکردم تا حالا این کار رو و تا حالا از کتابخونه کتاب نگرفتم. مطمئن بودم که من امروز بی خودی میام اینجا. نه حتی کلاسی که همیشه بغل این کتابخونه تو دانشکده بغل این کتابخونه داشتم این ساعت، این هفته رفته بود پایین و الانم اون کتابایی که من رزرو کردم اصلا توی این کتابخونه نبود و بعد من دانشکده زبان کتابخونه دانشکده زبان که اونم پایینه.
کتابخونهشون نبود. خدایا اگر یک روزی بیدار شد و استثناً شما خواستین که روز خوبی داشته باشین، دارین اشتباه میکنین، چون کلا دست شما نیست. الان میخوام برم ناهار بخورم. میخوام ببینم که این یکی چطور قراره نصیبم نشه و یه مشکلی سرش به وجود بیاد. اثرات آنتیمیکروبیال رو بهش اشاره کردیم. دانشگاه به شدت خلوته و ماه اون پشت ماهه. یادش بخیر چقدر توی اون اولین ویدیوام که پارسال میذاشتم تابستون حرف میزدم، یعنی به طور کژوال همینطوری عادی حرف میزدم باهاتون و الان سخت‌ترین کار دنیاست برام که بخوام حرف بزنم. خب حس میکنم یکم بیشتر از چیزی که میتونه بهم ضرر برسونه دارم میترسم، بخاطر همین میخوام خودم رو فورس کنم که راحت تر باشم با این موضوع به عنوان کسی که چنل یوتیوب داره و میخواد که داشته باشه همچنان. و به همین مناسبت میخوام یه سری صحبت ها و قرهای واقعی از زندگی واقعی براتون داشته باشم. مثلا این که 3-4 سال پیش 3 سال همچین حدودی من به این نتیجه رسیدم که کل زندگیم یا توی شرایط بد و بحرانیم یا توی یه زمانهای کوتاهی بین اون بحرانا که همیشه بعدش این حس بهم داده شده که اون موقع‌هایی که خوب به نظر میاد انگار که دارم دست انداخته میشم، یعنی انگار که خیلی ساده سازی کنیم زندگی منو دست میندازه. خیلی زود و مسخره یه اتفاقی بعدش میفته، اون چیزه اگه خوب بوده ازم گرفته میشه، یا با 50 برابر چیز بدتری که بعدش اتفاق میفته. بدتر از همه اینه که من عادت کردم به این شرایط، در بدبختی غلطیدن عادت کردم و اهمیتی برام نداره که یک سریتون که هیچ اطلاعی ندارین از اینکه کی چی تو زندگی آدم میگذره بیاین بگین که چرت و پرت نگو، مگه چته و چقدر آدمای بدبخت‌تر از تو هست و اینا. واقعا اهمیتی نمیدم به این موضوع و به اینکه یه سری آدم چی میخوان بگن. این پلتفرمی که من داده شده دلم میخواد که توش قورمو بذارم، دلم میخواد که خیلی نظرم چیز دریوریه که به هر لولی از وضعیت زندگی عادت کنه آدمه. خیلی خیلی نوع بدی از عادته. چرا یک موجودی باید وجود داشته باشه که هر چیزی که حس میکنه بین همش 95% رنج مطلق و خالص باشه؟ همین دیگه. مراقب خودتون باشید.